امروز میخوایم با استفاده از هوش مصنوعی کمپانی ادوبی تحت عنوان فایرفلای بتونیم یک نوشته رو به متریال های مختلف تغییر بدیم. وارد نرم افزار میشم و ابزار هوریزونتال تایپ تول رو برمیدارم. کافی که اینجا توی داکیومنتم یک حرف انگلیسی رو بنویسم، رنگ اون رو من تغییر میدم به رنگ قرمز که کنتراست خوبی نسبت به بک‌گراندش داشته باشه. حالا اون رو میذارم وسط در وسط، حتی میتونم بزرگترش هم بکنم. این تصویر مورد نظر رو خروجی جی پیگ میگیرم و در فولدری ذخیره میکنم. بعد از اینکه ذخیره کردم میتونم بیام وارد وبسایت firefly.adobe.com بشم و اینجا توصیفی که میخوام داشته باشم رو بنویسم. من توصیف میکنم که یک شیپ سه‌بعدی داشته باشم و یک شلوار جین و پاراشوته در هوا معلق باشه. جنسیت متریالش رو توصیف میکنم و اینکه میگم در یک بک‌گراند کاملا زرد باشه. شما در هوش مصنوعی فایرفلای میتونید به فارسی هم توصیف بکنید. البته من دارم اینجا انگلیسی مینویسم، اما شما هم میتونید با استفاده از زبان فارسی توصیف‌های خودتون رو داشته باشید که ببینید به چه نتیجه‌ای میرسه. و بعد کلید اینتر رو میزنید، میبینید که وارد یک صفحه‌ای میشه که با استفاده از مدل فایرفلای ایمیج 3 داره برای شما این کار رو انجام میده. تصویر مورد نظر میبینید که برای ما جنریت شد. اگر تصویر رو دوست داشتید میتونید اینجا روی ابزار قلم کلیک بکنید و اینجا این تصویر رو به عنوان یک استایل ریفرنس تعریف بکنید که شما در زیر مجموعه استایلز اینجا ریفرنس رو میتونید هم خودتون به صورت دستی آپلود بکنید، هم تصویر مورد نظر رو به عنوان استایل ریفرنس اد بکنید. حالا ریفرنسی که ما میخوایم این استایل دقیقاً توی همون نوشته برای ما نوشته بشه رو اد میکنیم که من همون حرف دی بود که به انگلیسی توی نرم افزار فتوشاپ نوشتم و خیلی ساده اینجا ادش کردم. میزان استرنث رو تا انتها ببرید که دقیقاً شبیه به این چیزی باشه که در تصویر شما میبینید. کلید جنریت رو میزنم. ببینیم با هم بی‌نظیره و شما میبینید که من تونستم با استفاده از هوش مصنوعی ادوبی این حروف رو شبیه سازی کنم. امیدوارم از این درس لذت برده باشید. همراه ما باشید در ساعت شنی.